سلام دوستان عزیزم، به چنل یوتیوبم خوش اومدین. دوستای عزیزم، نماز خانم حضرت زینب رو خوندین؟ حتما بخونین برای رفع مشکلات و گرفتاری. حتما این نماز 2 رکعتی رو بخونین، خیلی آسونه. 69 مرتبه هم صلوات بفرستین، 510 مرتبه هم چیکار میکنیم؟ میگیم یا حی یا قیوم. انشاءالله که خانم حضرت زینب حاجت رواتون کنه، حاجت دلتون بده. الهی آمین. و روز پرستارم مبارک باشه به همه پرستارای عزیز. دوستان، میخوام یه چیزی بگم درباره نماز قضا. فرقی نمیکنه چقدر نماز قضا داری، 1 سال، 10 سال، 100 سال، هر چقدر که نماز قضا داری، یه راه حل بهت میگم انجام بده. همه نماز قضااتو بخون، خیلی آسونه، خیلی آسونه. دوستان عزیزم حتما بخونین. اصلا فرقی نمیکنه که چند سال نماز نخوندی، چقدر نماز قضا داری، مثل آب خوردن همه رو به جا بیار. بهت میگم حتما انجام بده و هرچی نماز قضا داری به جا بیار. دوستان، شما نماز قضا دارین؟ بیشتر دوستان نماز قضا دارن. فرقی نمیکنه چند سال نماز قضا داری، چند سال نماز نخوندی. فقط کافیه نیت کنی از ته دل، مثل آب خوردن هرچی نماز قضا داری رو به جا بیار. مثلا صبح که بیدار میشی از خواب نماز بخونی، نماز صبح 2 رکعت هم اضافه بخون. بگو نیت کن 2 رکعت نماز قضای صبح میخوانم قربتن الله. نماز صبح که خوندی 2 رکعت هم قضاشو بخون. بعد فردا ظهر که نماز ظهرتو خوندی 4 رکعت نماز ظهر میخوانم قربتن الله. دوباره پس فردا نماز مغرب بخون، بعدا نماز عشا بخون. توی هفته ببین چند تا میتونی نماز قضا تو به جا بیاری. به خودت فشار نیار، هر وقت تونستی بعد از هر نماز یه نماز قضا هم بخون. انشاءالله که هرچی نماز قضا داری همه رو میخونی، تموم میشه. اینجوری اگه بهت گفتم بخونی تمام نماز قضاهاتو به جا میاری. ببین خدا چقدر مهربونه، چه راهکارایی برامون میذاره، چقدر بخشنده است. با اینکه این همه نماز قضا داریم، این راه و چاره رو برامون گذاشت. دوستان عزیزم، حتما هرچی نماز قضا داری اینجوری به جا بیار. خیلی آسونه، خیلی راحت. عزیزای دلم، اگر مضطربی، نگرانی، سوره یاسین رو بخون و هدیه کن به آقا امام زمان. بیقراری، دعای آل یاسین رو بخون. مضطربی، میترسی، اضطراب داری، استرس داری، کافیه 1 بار سوره یاسین رو بخونی و هدیه کنی به نرجس خاتون، مادر امام زمان. دوستان، با امام زمانمون دوست باشیم، باهاش حرف بزنیم، ذکر بگیم، صلوات بگیم، روزی 100 مرتبه بگیم یا مهدی ادرکنی. عزیزای دلم، ببین چجوری حاجت میده، حاجت روات میکنه. یا مهدی ادرکنی. خواستگار نداری؟ 2 راهکار میخوام بهتون بگم برای اونایی که خواستگار ندارن. این راهکار خیلی مجربه و جواب گرفتن بیشتر دوستان. دخترای عزیزم، مادرای عزیزم که میخواین برای دخترتون خواستگار بیاد، یا دخترایی که دوست دارین براتون خواستگار بیاد، نماز استغاثه خانم حضرت زهرا رو میخونی که تو گوگل سرچ کنی نماز استغاثه میاد.
اونو 7 جمعه بخون. یه امامزاده هست تو شهر ری دوستان، امامزاده حمزه برادر امام رضاست. برای اون یه چیزی نذر کنین، هرچی، نمک نذر کن، پول نذر کن، براش نذر کنین. اگر خواستگار اومد ازدواج کردین، بعد یه چیزی ببرین بذارین تو امامزاده. انشاءالله که حاجت روا میشین، خواستگار خوب براتون میاد، یک خواستگار قرآنی و طلایی. حتما این کار رو انجام بده، انشاءالله که فرجی میشه براتون. اگر با کسی قهری، دلت تنگ شده، دوست داری باهاش آشتی کنی، یا معشوقت رفته دوست داری برگرده، یا همسرت قهر کرده رفته دوست داری برگرده، یه ذکر بهتون میگم، اینو بخونین معجزه میکنه. کافیه این دعایی که این زیر براتون مینویسم و 3 مرتبه بخونین، یه دونم اسپند دود کنین، برمیگرده، سریع باهاتون آشتی میکنه، سریع برمیگرده. این دعا رو امیرالمومنین گفته دوستان عزیزم. یه ذکر میخوام بهتون بگم، ذکر بازگشت برای آشتی کردن زن و شوهر. یه لیوان بردار، یه شربت درست کن، مثلا شربت آب لیمو، یکم آب لیمو، یکم هم عسل بریز توش، بعد روش 1400 مرتبه بگو یا ودود. 1400 مرتبه تموم نشده، برمیگرده. روز 5 شنبه رو به قبله بشین، این کار انجام بده. حتما روز 5 شنبه بعد از نماز عصر این کار رو انجام بده، گم شدت برمیگرده. کسی که باهات قهر کرده رفته برمیگرده. به 1400 مرتبه نرسیده برمیگرده. راهکار مجرب برای اونایی که لنگ ماشینن، لنگ پولن، لنگ کرای خونن، لنگ خونه خریدنن. این راهکار خیلی خوبه، خیلی مجربه دوستان. کافیه توسل کنی به امام زمان، 14 مرتبه صلوات بفرستی و 11 مرتبه سوره توحید رو بخونی. اصلا تو نیمه هایی که داری میگی برات همه چی جور میشه. یه دفعه دیدی ماشین خریدی، یه دفعه دیدی خونه خریدی. اینقدر این متوسل شدن به آقا امام زمان قویه دوستان عزیزم. حتما امتحان کنین. اگر رزق و روزی نداری، دست و بالت بسته است، گرفتاری داری، مشکل داری، مشکلت حل نمیشه، رکعت اول 1 بار سوره حمد، 3 مرتبه سوره کوثر. رکعت دوم 1 بار سوره حمد، 3 بار سوره فلق، 3 بارم سوره ناس بخون. بارش رزق و روزی برات فراوون میباره با این نماز. اگر روزیتون قفل شده، این ذکرها رو بگین: یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا رزاق، یا فتا، یا وهاب. بگو فراوونی و بارش رزق و روزی رو ببین تو خونه زندگی. اگر با من آمنه گیلکی همراهی، کافیه چنل یوتیوب ما فالو کنی. التماس دعا. خدا نگهدار.